سلامت باشید. سلامت باشید. هموطنان عزیز، کل ساکنان ولایت سوخت از جمله شهر پنجاکنتی باستانی و هر یک شما حاضرین ارجمند را به افتخار جشن نوروز بین المللی صمیمانه تبریک گفته به شما برای زحمت سازنده و وطن دوستانه و استقبال گرم و صمیمیتان اظهار سپاس می‌نمایم. مردمان آریای نجات از جمله تاجیکان هنوز از دوره‌های خیلی قدیم جشن سال نو اجدادی خود یعنی نوروز را با تازه آباد کردن منزل استقامتی محیط زیست، آمادگی به کشت بهاری و کارهای سازندگی و بنیادکاری استقبال می گرفتند. مخصوصاً در سرزم باستانی که یکی از آغازگاه های تاریخ خلق کهن بنیادی تاجیک و مرکز تشکل مدنیت شهرسازی، هنرمندی و کشاورزی تاجیکان به شمار می رود، طبق بازیافت‌های باستانشناسان و تحقیقات مورخان عنعنه‌های ذکر شده نوروزی جایگاه خاصه داشتند. چنانکه مردم شریف تاجیکستان و همه شما شرکت کنندگان چهاربین ادانه امروزه در خاطر دارید قریب 2 سال پیش 12 سپتامبر سال 2020 ما در اساس قرار یونسکو در شهر پنجاکند 5500 سالگی سرزم باستانی را که از جانب باستانشناسان و مورخان معروف جهان اعتراف و تصدیق گردیده است، با افتخار از تاریخ قدیمه و تمدن دیرینه ملت تاجیک تجلیل نمودیم. مردم زحمتکارین شهر باستانی پنجاکند که زادگاه بنیادگذار شعر و ادب تاجیک و فارس آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی و یکی از مرکزهای علم و ادب و دانش و معرفت تاجیکان می باشد، از تمدن دیرینه ملت کهن بنیادمان آیین نیکی سازندگی را میراث گرفته با رویه بلند وطنداری وارثان و پاسداران عنعنه و سنت‌های در سرزم باستانی تشکل یافته ارزش‌های ملی و رسم و آیین‌های نوروزی بودن خود را پیوسته در عمل ثابت می‌نمایند. پنجاکند در برابر این که یکی از موضع‌های باستانی کشورمان میباشد، با امکانیت‌های بزرگ استحصالی خود یکی از شهرهای بزرگ صنعتی مملکت به حساب رفته در رشد اقتصاد ملی سهم نظررس دارد. طبیعت، اقلیم، ذخیره‌های فراوان آب و زمین حاصلخیز یعنی امکانیت‌های زیادی شهر پنجاکند برای رشد بخش‌های اساسی کشاورزی از جمله باغداری، رستنی پروری، کارتاشک پروری، چارواداری و جهت استحصال محصولات کشاورزی و حفظ امنیت آزخواری خیلی مساعد میباشد. طبق تحلیل و مشاهده وضع اقتصادی و اجتماعی شهر سال به سال بهتر گردیده در اکثر ساحه‌ها پیشروی‌ها به نظر میرسد. در حدود پنجاکند 328 کانی ثروت‌های زیرزمینی از جمله ذخیره‌های زیاد متال‌های قیمت‌بها و سنگ‌های آرایشی کشف گردیدند که برای رشد مملکت و شهر اهمیت کلان اقتصادی دارد. از جانب حکومت مملکت جهت برآمدن استخراج کارکرد ذخیره و امکانات‌های ذکر شده تمام تدبیرهای ضروری عملی شده ایستاده‌اند و این روند در آینده نیز ادامه داده می‌شود. طی زمان صاحب استقلالی با دستگیری حکومت مملکت و با جلب سرمایه داخلی و خارجی در شهر پنجاکند بیش از 80 کارخانه و کارگاه‌های نوی استحصالی
بنیاد کرده شدند که برای غنی گردیدن بودجه محلی با شغل تامین نمودن اهالی و بلند برداشتن سطح درآمد مردم سهم کلان گذاشته ایستادند. با وجود پیشروی‌های ذکر شده ضرور است که با استفاده از تمام ذخیره و امکانات‌ها دایر بر رشد باز هم بیشتر صنعت، تربیت کادرهای بلند اختصاص ساحه صنعت توسط وارد کردن تکنولوژی‌های معاصر، افزون نمودن استحصال محصولات صنعتی و پیش از همه مال و محصولات صادراتی تدبیرهای ایلاوی اندیشیده شد. با مقصد رشد ساحه کشاورزی که عامل اساسی تامین کننده یکی از هدفهای استراتژی ملی حفظ امنیت آزخواری و دسترسی اهالی به غذای باصفت، منبع تامین نمودن کارخانه‌های کارکرد با اشیاء خام، افزایش دادن حجم محصولات صادراتی و مهمتر از همه زمینه تشکیل جاهای نو کاری به حساب می رود. سالهای آخر یک سلسله تدبیرهای مشخص و سودمند اندیشیده شد. باید گفت که در دایره برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر پنجکن برای سالهای 2021 و 2025 تطبیق 118 لایحه با مبلغ 1 میلیارد و 860 میلیون سومانی پیش بینی گردیده است. حالا در شهر پنجکن از جانب حکومت مملکت 8 لایحه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تقویت تحصیلات، آب تامین کنی، تجارت کنونی، ساحه کشاورزی، بهترگردانی نظام انتقال برق و مطابق شوی به تغییریابی اقلیم عملی گردیده ایستاده است. علاوه بر این با تشبث صاحبکاران باننگ و ناموس در شهر پنجکن هر سال ده‌ها انشاءات و بناهای تعینات گوناگون از جمله کارگاه و کارخانه‌های استحصالی و مؤسسه‌های اجتماعی به استفاده داده می‌شوند که با بهتر گردیدن سطح زندگی ساکنان شهر و دهات آن مساعدت می‌کنند. ساکنان شهر باستانی پنجکن به استقبال جشن بزرگ 30 سالگی استقلال دولت تاجیکستان 447 انشاءات و بناهای تعینات گوناگون را ساخته به استفاده سپاریدند. ما در شهر پنجکن شاهد به استفاده ده‌ها انشاءات‌های نو زمانه هم اجتماعی، هم کارخانه‌های استحصالی و دیگر انشاءات‌های برای خدمت رسانی مردم به استفاده دادیم. برای چنین زحمت وطن دوستانه و مردم سربلند شهر پنجکن، صاحبکاران با آهنگ و ناموس و شخصان سخاوت پیشه سپاس و منتداری بیان می‌نمایم. چنانکه دیده بشود قامت افراختن صدها انشاءات اجتماعی از قبیل مکتب کودکستان‌ها، مؤسسه‌های طبی، همچنین بنیاد کارخانه‌های نو استحصالی که نتیجه زحمت اهلانه مردم میباشند، باعث خیلی آباد و پیشرفته گردیدن شهر باستانی پنجکن و بهتر شدن شرایط زندگی ساکنان شهر و دهات آن گردیدند. من خود که شاهد هستم مقایسه میکنم با 10 سال پیش و امروز شهر باستانی پنجکن از زمین تا آسمان فرق میکنند. خیلی آباد شده است. لیکن باز حالا زحمت کشیدن ما در کار است. خیلی زحمت کشیدن ما در کار است. قابل ذکر است که حالا روند بنیاد انشاءات نوی استحصال اجتماعی، خدمت رسانی و فرهنگی با مرام ادامه دارد. باور دارم که چنین عملهای سازنده در آینده وسعت بیشتر کسب میکنند و تا 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان شهر پنجکن با بنیاد صدها انشاءات نو باز هم آباد و زیبا گردیده در آن برای ساکنان و سیاحان و میهمانان شرایط معاصر زندگی و استراحت و فراغت فراهم آورده میشود. همدیاران عزیز، امروزها که با فرارسی فصل بهار در کشور بیشتر آسای ما موسم کشت و کار و دیگر کارهای کشاورزی، همچنین آبادانی منزل و محل‌های زیست و کوچه و خیابان‌ها وسعت گرفته ایستاده است،
به کل ساکنان شهر پنجکین بخصوص دهقانان و کشاورزان صاحب تجربه از جمله رهبران خواجگی های دهقانی، صاحبکاران و همه آنهایی که در اختیار خود یک پارچه زمین کارم دارند مراجعت می نمایم که استفاده عاقلانه و ثمره بخش آب و زمین را تأمین نماید. زیرا وضعیت نهایت نااستوار سیاسی و اقتصادی جهان از هر یک ما طلب می کند که با مسئله رشد کشورمان و تأمین نمودن سطح شایسته زندگی مردممان نگاه دوربینانه داشته باشد. علاوه بر مشکلات زیاد امنیتی که امروزها ساکن سیاره با آنها روبرو آمدند، تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های ناگواری آن از قبیل خشکسالی، کم‌آبی و پهن‌شوی بیماری‌های سرایتی وضع موجوده را باز هم پیچیده‌تر می‌گرداند. در چنین دوره حساس جهانی معاصر ما باید از تمام امکانیت‌ها از جمله آب فراوان و زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی ثمرناک و عاقلانه استفاده برده هرچی بیشتر محصولات استحصال کنیم. در هر یک عائله ذخیره 2 ساله آذوقه‌واری را تأمین نماییم و نگذاریم که مردممان از لحاظ تأمینات با مواد غذایی مخصوصا در موسم ترما و زمستانی در پیش ایستاده تنقیصی و محتاجی کشد. در این روند ضرور است که به مسئله از خود کردن و آبیاری نمودن زمین‌های نو اعتبار اولین درجه داده شد. زیرا شهر پنجکین در سرگه آب قرار دارد و در حدود آن ذخیره‌های زیادی زمین‌های از خود نشده موجودند. ما باید تجربه و سبق زندگی گذشتگان خردمندمان را در بابت رسیدن به قدر و منزلت زمین همیشه در یاد داشته باشیم. هموطنان عزیز ما از وضعیت بسیار نابسامان دنیای معاصر خوب آگاه هستند. امروز جامعه بشری در یکی از سالهای وزنین ترین و از هر لحاظ دشوارترین تاریخ خود قرار دارد. وابسته به این تکرارا تاکید می سازم که بر اثر نزاع‌های سیاسی و اقتصادی، تحریم‌های مالیوی، اینچنین ادامه یافتن پاندمی کووید 19، مشکلات گلوبالی گرمشوی اقلیم و پیامدهای منفی آن، دسترسی اهالی سیاره به مواد غذایی طرف مشکل گردیده، نرخ تمام نوع‌های مال و محصولات و در نوبت اول محصولات آذوقه‌واری قریب در سراسر جهان به طور بی‌سابقه بالا رفته ایستاده است. با استفاده از فرصت بار دیگر به مردم شریف تاجیکستان مراجعت کرده همه آنها را دعوت می نمایم که در شرایط نهایت مرکب جهان امروزه ما باید اهلانه کار کنیم، صادقانه و صافدلانه زحمت کشیم و از تمام امکانیت هایی که طبیعت برای ما مهیا کرده است، یعنی آب فراوان، زمین حاصلخیز و باد و هوای مساعد، ثمرناک و عاقلانه استفاده بریم. ثروت مهمترین ما مردم زحمتکارین و بانگ و ناموس و دهقانان اصیل و صاحب تجربه می باشد. بنابراین ما نباید از شرایط و وضعیت امروزه به ترس و هراس و واهمه و تهلکه افتیم، زیرا مردم ما دوره‌های از این هم سخت و سنگین، جنگ تحمیلی شهروندی و 2 سال پنجشوی بیماری خطرناک کووید 19 را با صبر و تحمل و زحمت اهلانه پس سر کردند. ما باید منبعد نیست سرجم و متحد باشیم، در لحظه های وزنین همدیگر را دستگیری کنیم، خصوصاً به یتیمان و معیوان، کمبیزادها و محتاجان و بیماران و عائله های بی‌سرابان دست مدد دراز کنیم و در تمام جنبه های زندگی و روزگار صرفه و سرشتکار باشیم. دوستان ارجمند، در تاریخ خلق ما
پنجکین همچون یکی از شهرهای قدیمی مقام و منزلت و جایگاه بلند دارد. آن نه تنها یکی از شهرهای اساسی صنعتی و کشاورزی این مملکت، بلکه از جمله موضعهای باستانی و یک گوشه زیبامنظر تاجیکستان عزیزمان بوده، با مردمی زحمتکش و هنرمند و صاحب معرفت و مهمان دوست، همچنین طبیعت زیبا، میوه‌های شهرریز، معماری و خودخواست و یادگاری‌های نادر تاریخی خود شهرت جهانی پیدا کرده است. خصوصاً طبیعت زیبای پنجکین امکانیت‌های زیادی سیاحتی داشته، با آب مصفای دریای زرافشان و کل و چشمسارهای خود برای رشد سیاحی داخلی و خارجی خیلی مساعد و موافق میباشد. بنابراین ضرور است که با استفاده همه‌جانبه امکانیت‌های موجوده شهر، رشد هنرمندی از جمله هنرهای مردمی و کاسبی از قبیل نقاشی، کنده‌کاری، کلاهگری، دوزندگی و ساحه سیاحی، بخصوص سیاحی اکولوژی، طبابتی و سالمگردانی، تاریخی و etnografی و فرهنگی، همچنین تأسیس اینفراستراکچور ساحه و استفاده واسطه‌های مؤثر معرفی موضع‌های تاریخی و سیاحی اعتبار اولین درجه داده شود. فراموش نباید کرد که پنجکین همچون یکی از شهرهای با نفوذ منطقه آسیای مرکزی هنوز در عصرهای 5-8 میلادی در رواج شاهراه بزرگ ابریشم نقش نمایان داشته در تحکیم مناسبت‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی و اجتماعی و فرهنگی خلق‌های همجوار سهم نظر داشته است. بار دیگر خاطر نشان می‌سازم که شهر پنجکین همچون یکی از مرکزهای تمدن و فرهنگ و علم و معرفت خلقمان و زادگاه اساسدار ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس، سلطان شاعران عجم استاد ابو عبدالله رودکی واقعاً مایه افتخار و سرفرازی ما تاجیکان میباشد. با اعتماد کامل ابراز می‌نمایم که مردمی با ننگ و ناموس این شهر باستانی با زحمت سازنده و اقدامات بنیادکارانه دیار خود را در آینده نزدیک به یکی از گوشه‌های آباد و پیشرفته کشور و مکان زیبای سیر و سیاحت تبدیل می‌دهند. همچنین باور دارم که ساکنان این دیار باستانی سنت و عنعنه‌های نیک ملی‌مان را منبعد نیز ادامه بخشیده در بنیاد کارگاه و کارخانه‌های معاصر استحصالی از جمله در سمت صنعت سبک و خوراکواری، رشد هنرمندی و کاسبی، مهیا نمودن جاهای نوی کاری، افزایش دادن صادرات محصولات، همچنین وسعت بخشیدن احسانکاری و دستگیری یتیمان و معیوبان، عائله‌های کم‌بضاعت و محتاجان، خصوصاً در ماه شریف رمضان سهمی ارزشمندی و تندرستانه می‌گذارند. در این عمل خیر به همه ساکنان وطن دوست و زحمتکاران پنجکین باستانی برای کار و موفقیت آرزو می‌نمایم. بار دیگر همه ساکنان وطن دوست ولایت سو و شهر باستانی پنجکین را با فرارسی سال نو اجدادی نوروز بین المللی که با قدم‌های پرفیضش به سرزمین خورشیدی امان مژده بهار و خرمی آورده است صمیمانه تبریک گفته به خاندان هر یک شما تندرستی، سعادت روزگار و اقبال نیک آرزو می‌نمایم. دائم سلامت و سربلند باشید هموطنان عزیز.
زمانم، من زمانی بیکرانم، شاهدی تاریخی قدیمم. میدانم که سرزمین شما زادگاهی آزادگان و سازندگان است. این شمایید که نخستین شهرها، کوشکها، باره‌ها، کسب و پیشه ها و عید و جشن‌های با شکوه آفریده اید. تمام نسل‌های خلق و ملت آریای نژاد فقط تخم نیکی کاشته، صلح و دوستی را خورشید بخت و اقبال عالمیان نامیدند. از این نیاگان برومند تاجیکان، شاهکاری های بی‌نظیر چون ارمغان عالی انسانیت برای امروزیان و فرداییان به میراث مانده است. نوروز هم آفریده شماست که با تلاش های سرور و رهبری خرد افسر تاجیکان، پیشوای محبوب دور و زمان به مقام جهانی رسیده است. پاینده بیمانید تاجیکانی سعادتمند. ما زادگان و پروردگانی این آب و خاک مقدسی. سرزمین ما سرآغاز تمدن عالمگیر است. همیشه آیین پاک و خجسته جمشیدی را پاس می داریم. با احیای طبیعت شادمانی می کنیم تا روزگار ما همیشه با شادکامی گذرد. امروز روح نیاکان از فرزندی که تاریخ بیش از 6000 ساله را زنده گردانیده است خرسند و رضامند است. از چنین فرزند میهن پرست و نیکمنیش مهر عالمگیر خندان و اهورامزدای همبین شادان است. خلق و ملت فرزانه فرزند محبوب خویش را پیشوای معظم نامیده است. درود بر شما باد وارثان اصیل من، احیاگران تاریخ ملت. بگذار خورشید بخت همیشه در فضای صلح و وحدت تاجیکان با راهبری و راهنمایی تاجدار زمان امام علی رحمان تابان و فروزان باد. منم پاسداری آیینی با شکوهی عجم، فروزنده آتشی نوروز آزادگان. منم بنیادگذاری داستانی رادمردی و دلیری خلق،
با کارنامه هایم شاه راهی بخت و اقبال را باز نمودم و شادمانم که فرزندانم گذشته‌ای پر افتخار آل سامان را گرامی می دارم. شکرانه می کنم به هستی ملتی نجیبی خویش. شکرانه می نمایم از نور خیرات و سعادت. شکرانه می کنم که رادمردی وطن، پیشوای سزاوار خلق و فرزند وحدت آفرین ملت، آیین دولتداری اجداد شرفمند خیش را باز می دارد. شکرانه می نمایم که صلح و وحدت خلق و ملت تا جاودان با هدایتی رهنما و رهکشای نسلها، پیشوای تاجیکان جهان امام علی رحمان پایدار و برقرار است. پیروز و شادکام بمانه پسابندانی نیک اختری من. خجسته باد جشنی اهورایی.
اگر بی جان روان خواهی تنگیران اگر بی جان روان خواهی تنگیران چهره افروخته از باده ای ناب آمده ای بری پرسیدنی دلهای کباب آمده ای بر دل توبه شکن قصدی هلاکم داری بر کمر تیغ و کف جام شراب آمده ای بر دل توبه شکن قصدی هلاکم داری بر کمر تیغ و کف جام شراب آمده ای عجب گلگون کرد بلبل
افسون کرد. مطرب چو بدید بزم آغاز بهار، انداخت نوا و نغمه را افسون کرد. بلبل بری گل چهچه زد و افسون کرد. نوروز رسید غم ز دل بیرون کرد. تاجیکستان با تو منچو کوساراند بلند با خوچند و وخش کولو بوزر افشاند بلند با خوچند و وخش کولو بوزر افشاند بلند بس کی از بامی جهانی دو جهان دریافتم با تو منچو
وطن از توز اقبالی عزیزانت بلند ای وطن از توز اقبالی عزیزانت بلند ای تاجیکستان ای وطن عیدت مبارک بادا ای نوبهاران ای شمن عیدت مبارک بادا ای تاجیکستان ای وطن عیدت مبارک بادا ای نوبهاران ای شمن عیدت مبارک بادا نوروزی میلاد جاویدان ای هم دیار ای هم وطن نوروزی میلاد جاویدان ای هم دیار ای هم وطن نوروز خود بخشندگیست اوجو برای زندگیست نوروز خود بخشندگیست اوجو برای زندگیست وقتی تمامی مملکت شمسینه پایندگیست وقتی تمامی مملکت شمسینه پایندگیست امروزی زیبا دل نشین پیغامی فردا دل نشین امروزی زیبا دل نشین پیغامی فردا دل نشین از بس که ما نازنین هر جای دنیا نازنین از بس که ما نازنین هر جای دنیا نازنین بر این صداقت این وطن بر سوخت زیبا این چمن ای ملتی جان آفرین بر پیشوا صد آفرین بر این صداقت این وطن بر سوخت زیبا این چمن ای ملتی جان آفرین بر پیشوا صد آفرین جنت مکانی به مثال ای کشوری گل بیرهم چون باغ و بستان گشته ای هر گوشت مثلی چمن در روزی بی جان فضا در جشن نوروزی وطن شادی خلقم چون سفر در روزی بخت انجمن ای تاجیکستان ای وطن ای نوبهاران ای چمن نوروزی میلاد جاویدان ای هم دیار ای هم وطن نوروز مبارک بادا بله بله سومنک جوش زند سومنک جوش زند سبزه گندم جوشد همراهی سبزه در آن همت مردم جوشد پیشوا با قدم خود چو به میدان برسند زندگی جوش زند فیضی فراوان برسند پیشوا با قدم خود چو به میدان برسند زندگی جوش زند فیضی فراوان برسند خنده باغ بهاران سومنک سبزی دانه باران سومنک خنده باغ بهاران سومنک سبزی دانه باران سومنک بله بله بازآید به گشایش به بهاران سومنک همه را شاد کند با فرید خان سومنک خوان نوروزی و در کاسه مردم پریشد همه شب مردمی ما شاد و غزل خوان سومنک خوان نوروزی و در کاسه مردم پریشد همه شب مردمی ما شاد و غزل خوان سومنک خنده باغ بهاران سومنک سرخوشی دانه باران سومنک خنده باغ بهاران سومنک سرخوشی دانه باران سومنک بله بله سومنک بله بله سومنک آمد از خرید و صد اسب و دوران نوین راضی کن را برسان آن به گلستان نوین سومنک با همه این مردم
جوش زند سمنک جوش زند سبزه گندم جوشد همراهی سبزه در آن همت مردم جوشد پیشوا با قدم خود چو به میدان برسند زندگی جوش زند فیضی فراوان برسند پیشوا با قدم خود چو به میدان برسند زندگی جوش زند فیضی فراوان برسند خنده ای باغ بهاران سمنک سبزی دانه ای باران سمنک خنده ای باغ بهاران سمنک سبزی دانه ای باران سمنک ما نسلی قوی از مو قوی ایجاده از مقدمی پیشوای میلت شاده نوروزی نو از تو گل بهر در رویت با خنده ای گل خنده بلب آباده با خنده ای گل خنده بلب آباده نوروزی جهانی باز آمد نوروزی کیانی باز آمد در کشوری بخت تاجیکستان نوروزی جوانی باز آمد در کشوری بخت تاجیکستان نوروزی جوانی باز آمد گل خنده زد و بهار آمد نوروزی خجسته کار آمد با مقدم
مقدم پیشوای ملت شادی و طرب قطار آمد نوروز جهانی باز آمد نوروز کیانی باز آمد در کشوری بخت تاجیکستان نوروز جوانی باز آمد در کشوری بخت تاجیکستان نوروز جوانی باز آمد با نسل جوانی کشوری آباده از مقدم پیشوای ملت شاده از صلح و صلاح صاحبی بخت شده در کشوری بخت فرزی غم آزاده نوروز جهانی باز آمد نوروز کیانی باز آمد در کشوری بخت تاجیکستان نوروز جوانی باز آمد در کشوری بخت تاجیکستان نوروز جوانی باز آمد ای دوست بیا بهار تبریک این شب تو اعتبار تبریک سالی که نکوس از بهارش پیداست این خنده ای به غبار تبریک نوروز جهانی باز آمد نوروز کیانی باز آمد در کشوری بخت تاجیکستان نوروز جوانی باز آمد در کشوری بخت تاجیکستان نوروز جوانی باز آمد سر در کفی ظرفیشان به ما می آید پیروزی آسمان به ما می آید امروز به پنجک نوروزی نو است سلطان محیب تاجیکان می آید ای تاجیکی تاجدار من تاج سری در قدر فزون طرزی 200 کانی زری هر دیه و شهری تو کنون آباد است با راهبری پیشوای خود معتبری با راهبری پیشوای خود معتبری ما کانی زنیم زی پیشوای ملت صاحب هنریم زی پیشوای ملت نوروزی نوین به ما مبارک باشد چون تاجی سریم زی پیشوای ملت نوروزی نوین به ما مبارک باشد چون تاجی سریم زی پیشوای ملت ارمانم احیاد مبارک باد ای ملکی دل و جانم احیاد مبارک باد با تو همه گل بیز است با تو همه گل خیز است ای مرزی فرح افشان احیاد مبارک باد ای مرزی فرح افشان احیاد مبارک باد امروز تاجیکستان شد گلباغ و گوهر افشان شد عالی حی دوران احیاد مبارک باد فرخونده بود در ده احیای دوشنبه شهر عالم شده گل افشان احیاد مبارک باد عالم شده گل افشان احیاد مبارک باد احیاد مبارک باد احیاد مبارک باد در ملک ابر مردان در میهنی آزادان با فیض فریدامان احیاد مبارک باد در پایه تختی تو دارم فریبختی تو با پرچم اجدادان احیاد مبارک باد احیاد مبارک باد احیاد مبارک
تو خواهم بود، سرباز تو خواهم بود. ای عالی هی ارمان احیات مبارک باد، احیات مبارک باد. ای عالی هی ارمان احیات مبارک باد، احیات مبارک باد، احیات مبارک باد، احیات مبارک باد، احیات مبارک باد. پیغام بهاران شد ای مردمی آزاده، شادانه فراوان شد از بخت خدا داده. پیغام بهاران شد ای مردمی آزاده، شادانه فراوان شد از بخت خدا داده. یاران نوین آید، یاران قریم آید، شمس آمد و تابان شد با جبهه بیشاده. یاران نوین آید، یاران قریم آید، شمس آمد و تابان شد با جبهه بیشاده. از یار خبر آمد نوروز جهانی شد، از خار ثمر آمد نوروز جهانی شد. از یار خبر آمد نوروز جهانی شد، از خار ثمر آمد نوروز جهانی شد. گل بر سر و دامانش دل داده خیرامانش، با دیده خندانش دل داده پریشانش. گل بر سر و دامانش دل داده خیرامانش، با دیده خندانش دل داده پریشانش. ای عاشق غم دیده از یار ستم دیده، از تخمد آسانش دل داده شکایبانش. ای عاشق غم دیده از یار ستم دیده، از تخمد آسانش دل داده شکایبانش. از باد خمار آمد نوروز جهانی شد، از پرده نگار آمد نوروز جهانی شد. از باد خمار آمد نوروز جهانی شد، از پرده نگار آمد نوروز جهانی شد. با همتی مردانه ارزنده وطن داریم، با شوکت شاهانه زیبنده وطن داریم. با همتی مردانه ارزنده وطن داریم، با شوکت شاهانه زیبنده وطن داریم. ای پیر و جوان بشنو از کل و هم از لب، با ملت فرزانه پاینده وطن داریم. ای پیر و جوان بشنو از کل و هم از لب، با ملت فرزانه پاینده وطن داریم. از یار خبر آمد نوروز جهانی شد، از خار ثمر آمد نوروز جهانی شد. از یار خبر آمد نوروز جهانی شد، از خار ثمر آمد نوروز جهانی شد. نوروز جهانی شد، نوروز جهانی شد. چیزی با نوجوانی، بهاری زندگانی، چی دولت دولت عشق، زیراهی مهربانی.
ملت را پیشوای نوروزی پیشوای نوروزی پیشوای نوروزی مقدمت گلستان است فیض باغ و بوستان است مقدمت گلستان است فیض باغ و بوستان است زیب تاجیکستان است راهنمای نوروزی راهنمای نوروزی تاجیکان میخوانند با نوای نوروزی تاجیکان میخوانند با نوای نوروزی پیشوای ملت را پیشوای نوروزی پیشوای ملت را پیشوای نوروزی پیشوای نوروزی پیشوای نوروزی پیشوای نوروزی راهنمای نوروزی پیشوای نوروزی راهنمای نوروزی
دل نوازی میکنه بر وطن دل بسته او را دل نوازی میکنه کرده خدمت ملک خود است خیش رازی میکنه خیش رازی میکنه کرده خدمت ملک خود است خیش رازی میکنه ما وطن این گلهای تر و تازه از نام اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به اهل هنر تقدیم می گردد.
حاضرین محترم اهل سلطنت فرهنگ، همه اشتراک کنندگان این محفل بسیار باشکوه، من میدانداری خود و همه حاضرین را به شما میرسانم. به شما احسن آفرین میگویم که شده چهاربینی سطح بلند را زحمت کشیده برای ما آماده کردید. خب اکنون نوروز را با همین چهاربینی که امروز ما شما شاهد بودیم و با خیلی سطح بلندی با شکوه تجلیل کردیم در مملکت به انجام میرسد. وقتی زحمت کشیدن، خب کار کردن، بنیاد کردن، آباد کردن و دولت ما را باز هم آباد و سطح زندگی مردم ما را بلند برداشتن ما در کار. با همه شما احسن آفرین برای چنین چهاربینی فرهنگی سطح بلند. مخصوصا با مادران و خواهران و دختران ما که بسیاری سال نگاه نکرده محفل این شب را خیلی شکر شهامتی بلند من بسیار به شما آفرین میگم. با فرزندان و دستورکان ما، آینده ملت تاجیک و کودکان، احسن آفرین به شما. تاجیکستان در دست شما، ما برای شما کرده ایستادیم، برای نورسان و جوانان امروزه. الان همین است جشن نوروز خوشبختی را میخواهد، آبادی را میخواهد. هدف مقصد نوروز همین است. خدا کند که هر روزی مردم تاجیک، خلق تاجیکستان مثل همین روز، مثل نوروز باشد. سلامت باشید، خوشبخت باشید. مردم شهر باستانی پنجکند باز هم زحمت کشیده وطن ما را، شهر ما را آباد و زیبا گردانیم. صفت زندگی مردم خود را بلند برداریم. به شما احسن آفرین، موفقیت و براری کار. سلامت باشید. یک جان تشکر. سلامت باشید. خوشبخت باشید. این بری خورشید تابان یادگاری سود سامان، خانه امید و ارمان، دولتی من تاجیکستان، 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 دولتی من تاجیکستان. از سرافشان تا بدخشان، از سوجنده تا به ختلان، از سرافشان تا بدخشان، از سوجنده تا به ختلان، مسکنی دل مسکنی جان، دولتی من تاجیکستان، 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 دولتی من تاجیکستان.
زمین اسلام تنها مدح خود افروخت تنها مهربانی بی و تنها دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان دولتی من تاجیکستان این همه شادی مبارک وقت و آبادی مبارک جشن آزادی مبارک دولتی من تاجیکستان 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 دولتی من تاجیکستان